محمد طیبی، پیمان شیرزادی، عقیل کعبی، میثم دورقی گیره و به این شکل تا میانه میدان دور میکنه. ادینیو، کرار جاسم، کیانی یه لحظه خیلی سریع پرتاب انجام میشه. کرار جاسم تو بازم به سمت محوطه جریمه استقلال خوزستان دور بشه. تراکتور کیانی ضربه سر میزنه. کرار جاسم، سروش رفیعی و توپ میدان به جرأت میشه گفت در اختیار تراکتور سازی بوده از ادینیو. میانه میدان با خطا سرنگون میشه. کرار خیلی سریع بازی رو به جریان میندازه که البته اعلام خط میانی تیمش. کرار جاسم تک ضرب بازی میکنه. سروش توپو یه لحظه بیت سعید رو توپش اومد. سروش تا میان میدان جلوتر میاد. کرار جاسم به استقبالش اومد و توپو در اختیار گرفت. ادینیو 4 حملات خودش رو بیشتر کرده بود و این باعث شد که در نهایت کرار جاسم میانه میدان توپو کنترل میکنه. باز هم کرار جاسم واقعا چشم ضربه بلند او به پشت محوطه جریمه استقلال خوزستان. سالاروند توپو از کرار میگیره. دورق قصد داشت ضربه رو به سمت دروازه بزنه. کرار، ابراهیمی، ارسال خطرناک توپ، ضربه سر کعبی، سروش رفیعی بازم توپو به کرار میرسونه. نگاه کرار به داخل محوطه جریمه. شیرزادی ضربه بلند داخل محوطه جریمه. موقعیت برای طیبی، توپ از کنار دروازه عبور میکنه و کرنر. این لحظه بود که یه محمدی کبی توپو برگشت داد. ایرانپوریان، کیانی، کرار، ایرانپوریان، کیانی، پاسای تک ضرب که تیبی بود او در اون شلوغی. کرار توپ میخواد، به توپم میرسه. کرار رو سمت راستش پیدا میکنه. پشت محوطه به پرتابی شد که ایرانپوریان بر عهده داشت. کرار، پاس بلند کرار برای دیگر بازیکن رفیعی میرسونه. کرار جاسم از بین 2 بازیکن رد میشه. این پاس عالی را مینازه برای ادینیو، وارد محوطه جریمه شده، ضربه را میزنه. ایجاد چندین موقعیت خطرناک به گل رسید. بعدش بازی کرار صدر ابراهیمی رو صاحب توپ کنه. انتقال بازی به میانی میدان. کیانی، محمد ابراهیمی، کرار جاسم توپو پرتاب میکنه برای کرار جاسم. بازم فرزاد حاتمی که و میرسه. کرار جاسم رو صاحب توپ کرده. کرار، ابراهیمی، 1-1 مساوی. کرار جاسم، کرار جاسم پشت محوطه جریمه. ادینیو، این بار خطای ابراهیمی که توپ در اختیار داره. 1 ارسال به تیر دوم، ضربه سر موقع. تراکتور سازی 2 استقلال خوزستان 1. با هم ببینیم که چه اتفاقی افتاد در اون شلوغی. به نظر رسید ضربه نهایی رو فرزاد حاتمی به داخل دروازه فرستاد. کرار جاسم پاس رو عقب دوباره برای هادی محمدی. کرار جاسم، سروش رفیعی احساس ناراحتی میکنه، بازی دنبال شده. فرزاد حاتمی بین 2 بازیکن روی زمین کرار جاسم سمت راست تو در اختیار داره. فرزاد حاتمی پاس رو عقب برای کرار جاسم، خیلی ساده توپ از فرزاد حاتمی رسید. محمد ابراهیم، کرار جاسم، پاس بلند برای ادینیو. طیبی ضربه سر میزنه. سروش رسه، بازی مشخصی از اون ندیدیم. یه پاس از کرار جاسم به قصد صاحب یه برخورد
توپ بیرون رفته بازی دیگر تعویضی امیر قلعه‌نویی خواهد بود که به زمین مسابقه خواهد اومد. فعلا تا این لحظه رضا اخباری. کرار، نوری، کرار جاسم، گوشه محوطه جریمه از کرار جاسم وارد محوطه جریمه میشه. این پاسو میندازه به مقابل دروازه، کسی نیست به سمت توپ داخل محوطه جریمه. موقعیت برای تراکتور سازی، ضربم زده میشه، توپ بلوکه و نهایتا شهرام گودرزی. کرار پشت محوطه جریمه از کرار خیلی ساده توپ از دست میده. کرار توپ میخواد که حالا کیانی او رو میبینه، حرکت رو به جلوی کرار پشت محوطه جریمه. کرار دقیق ابراهیمی حرکت میکنه، کرار ضربه رو میزنه، خطرناک هم میزنه ضربه رو. رافائل هم عالی توپو مهار میکنه. ضربه دیدنی کرار جاسم که با عکس العمل رافائل راهی کرنر شد. فشار تراکتورسازی رفته داره بیشتر میشه. کرار روی زمین میفته و بازم خطا، برخوردهای فیزیکی و ضربات ایستگاهی که در موقعیت‌های خطرناکی نصیب یاران تراکتور میشه. این ضربی بود که با کف دست توپ رد کرد رافائل. کرار پشت توپ قرار گرفته در 93مین دقیقه این دیدار. دو نفر مقابل ضربه ایستگاهی قرار گرفتند. تنش‌ها داخل محوطه جریمه زیاد هست. یه موقعیت عالی و توپی که